دادگاه دوم حوزه حربی غربی روسیه در شهر مسکو به مرافعه پرونده نوزم و نام یک زن از تاجیکستان که به مبلغ گذاری تروریسم ایبدار می شود آغاز کرد. در این باره روز 22 آگوست سال 2024 از تالار این دادگاه خبرنگار خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد. بر اساس مواد پرونده این زن تاجیک که در آغاز مرافعه اعلان شد، نوزمووا بر اساس قسم 5 ماده 33 و قسم 1 ماده 205 کودکس جنایی روسیه مساعدت یا همدستی به فعالیت تروریستی ایبدار می شود. تفتیشات معاین کرد که ایبدار شونده به یک نفر شخصیتش مشخص نشده مربوط به سازمان تروریستی اسلامی 15,000 روبل پول فرستاده است. تفتیشات میگوید نوزمووا اون مبلغ 15,000 روبل را با مقصد مبلغ گذاری فعالیت سازمان تروریستی در روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله در تاجیکستان ممنوع دولت اسلامی به سوریه فرستاده بود. در روز اول مرافعه نوزمووا نقل کرده است که او از سال 2014 با مقصد حفظ ارتباط با اعضای خانواده‌شان که به روسیه رفته بودند و تحت جستجو قرار داشتند با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همکاری میکرد. او همچنین بیان داد که اون 15,000 روبل را به یک نفر ناشناس با مقصد کمک به کودکانی که در اردوگاه اسیران قرار داشتند و همچنین با مقصد حفظ ارتباط با مادرش که نیز در همان اردوگاه اسیران بوده است انتقال داده بود. بنا به اطلاع تاس، دادگاه دوم حوزه حربی غربی روسیه پرونده نوزمووا را روز 26 ایول سال جاری برای بررسی قبول کرده است. به این زن بر اساس قانون‌های روسیه برای مبلغ گذاری سازمان تروریستی همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان با جریمه به مبلغ از 300,000 تا 700,000 روبل تهدید می‌کند. در محبس‌های روسیه با عین اتهام انتقال پول به سازمان‌های تروریستی ده‌ها مهاجر تاجیک ادای حکم می‌کنند، ولی درباره با چنین اتهام در روسیه به جوابگری کشانده شدن زن تاجیک تا کنون یگان خبر به دست نرسیده بود.